العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه وخليله الداعي إلى دين قويم الهادي إلى صراط مستقيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. برادران خیلی عزیز گرامی، از حضور همه شما استفاده برده در حق حاجی بابا که ما و شما برای تعزیه و آدم آمدیم. دعا میکنیم که خدای مهربان رحمت و مغفرتشان کند، لغزش‌ها و سهوها و خطاها و کمبودی هایی که در حیات از بنده‌اش سر زده باشد با فضل کرمش الله مهربان مغفرت کند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که مادر این خاندان دوام عمرشان نیک کند و خیر کند و فرزندایی که از اهل خاندان باقی مانده است خداوند عمر دراز و ایمان کامل نصیبشان گرداند. برادران عزیز و گرامی، میخواستم در این لحظه هایی که برای ما و شما بسیار انشاءالله غنیمت بگیم و از منفعت خالی نیست، من یک سخن حضرت عثمان رضی الله عنه را برای شما گفتم میگذارم که حضرت عثمان برادران عزیز و گرامی به همگان ما و شما معلوم است که یکی از دامادهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند که دو دختر پیامبر نازنین مان در گویا نوبت به نوبت در دست حضرت عثمان بودند و حتی پیامبرمان آنقدر دوستش می داشتند که گفتند عثمان اگر بعد وفات دختر دویم شم، گفتند اگر دختر سیم هم که می داشتم هر آینه در نکاح تو می در آوردم. یعنی یک گویم خدای مهربان یک فضل و یک مقام برای حضرت عثمان هم الله مهربان دادگی بود. حضرت یک سخن بسیار زیبایی دارد، میگد که خمسون هن علامت المتقین. اگر در کدام از بنده های خدا میگه 5 چیز اگر یافت شود این انسان در زمره آدمای متقی داخل می شود. برادران و خواهران عزیز، ببینید این مرتبه هم بسیار مرتبه بلنده. وقتی که آیت های قرآن را میخوانی، الله در چندین جاهای قرآن ان الله مع المتقین میگه، ان الله یحب المتقین میگه. ببینید من همراه متقیایم، من متقی ها را دوست میدارم. متقی ها کیا هستن برادر عزیز؟ نفرهایی که متقی اصلا هر یک نفر که ما میگیم نسبت میگیم بسیار زنی با تقوا هست، بسیار زنی پرهیزکار است، بسیار زنی خدا ترسای، همین را متقی میگن. یا بسیار بچه که پرهیزکار میگیم یا خدا ترس یا با تقوا است. در خلمان با تقوا بسیار استفاده می شود. حضرت عثمان میگد اگر در کدام از شما همین 5 چیز اگر یافت شود شما در همین مقام هستین. یعنی شما را اگر متقی گویند با تقوا گویند انشاءالله ارزش یعنی را داریم.
یکم برادر عزیز ان لا یجالس الا من یصلح الدین معه. گفتن یکم نشانه آدمی متقی این است که همیشه خواهشش در محفل نشستن دارد که از اونجا فقط بهبود دین می‌یابد، فقط در دینش بهبودی می‌یابد. یعنی وجود همین آدم متقی برادران و خواهرای عزیز خواهشش فقط همینه که در یک محفل نشیدم که برای دین من، برای ایمان من، برای محبت من، برای مقصد ترس من از همون محفل برای من چیزی برسد. یعنی در محفلی که اگر برای فایده دینش چیزی نباشد میگه هیچ در او خواهشی نشستن در این خیل محفل ندارد. ولی ببینید برادر عزیز، همین انسان وقتی که به یک درجه میرسد که خداشناسی زیاد میشود دیگر وقت خودش دیگر جدا میکند که من باید در کجا باشم، من باید با کی باشم. یعنی همین آدم متقی هم یک خصلتش همینه، در جای بنشیند که فقط با فایده دین او هست. دیگر نشانه آدم متقی چی است؟ و یغلب الفرج و اللسان. میگه دویم نشانه آدم متقی همین است که هیچگاه و هیچ وقت میلش به سوی زنا نیست. بینهایت در نسبت زنا نفرت دارد. از همین کار خیلی و خیلی خودش دور میگیرد و همچنان در برابر این زبانش محافظت میکنه. برادر عزیز، ولی ببین در طبیعت کدام از شما آن چیزی که حضرت عثمان گفته باشد، شما همین مقام همین بگه مرتبه هستید. اگر به شرط در وجود شما اگر در وجود شما یا در خواهشی شما اگر میل دست به دست زدن زنا باشد، معلوم است که برادر عزیز ما در این زمره و ما در این مقام نیستیم. و همچنان برادران عزیز و گرامی گفتیم که در برابر این هیچگاه زبانشان سخن بیهوده نمیگرد و همیشه خودش خودداری میکند که ای زبانش یگان چیزی که بزیان باشد بیرون نشود. ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین ما برادرها، میگد که من یزمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی از من له جنه. پیامبر گرامی را بینید، عیناً همین سخن حضرت عثمان با سخن پیامبر گرامی بسیار یک شباهتی دارد. میگه پیامبر ما میگه کسی تا زمانی که حیات ای با زبانش یگان نفری را آزار نمیده و همچنان هیچگاه تا مردنش با یگان زنی بیگانه در دادگیریف نداره. اگر همین دو عضو شا بگیم انسان اگر حفظ کرده بتواند، پیامبر میگه من ضامن که تو داخل جنت میشه. من ضامن اگر تو همین یک زبان تا یک فرج تا بگیم از حرام و زبان تا از گفتن بیهوده و از زیان و از ضرر وقتی اگر نگه بداری، من ضامن که تو داخل جنت میشه. یک خدا رحمت کنه، ما یک استاد ما استادم بسیاره، یک تاش بابای دامنو شریف بود، الله رحمتشون کرد. اونا هم ختم کرده بخارا بودن، بسیار ادبیاتی بقوت داشتن. اونا در همون محله ما خودمون در کلاب می نشستن. اونها یک گپ داشتن، دایی میگفتن، آدم بسیار کهنسال بودن، دانشمندی بسیار بگیم زبردست بودن. و میگفت که بچم اگر کسی همین نفسی بالا را حتی نفسی پایان اگر اداره کرده بتواند، بیشک اولیاء میگفتن.
همین دو چیز است میگفت که آدم از مقام از شرفش نگلتونه. یکی نفسی بالا، یکی نفسی پایان. همین دو نفس است میگفت. همین را کسی بتواند اگر از خدای مهربان یاردم طلب کند که یاردمش کند، همین چیزها را اگر بتواند به دستش گرفته، بیشک میگفت اولیاء است. دویم برادر عزیز، ما فهمیدیم که نشانه آدم متقی چی هست. وجود آدم متقی را ببینید. همین آدمایی که دویم برادر عزیز، ما فهمیدیم که نشانه آدم متقی چی هست. وجود آدم متقی را ببینید. همین آدمایی که به همین درجه رسیدن برادرها، همین نفرهایی هستند که این یکم چی بود؟ هیچگاه خواهشش در محفلی که اگر به فایده دینش نباشد نمیرفت و نمینشست. دوم، همیشه خودش از نگاهی زنی بگانه، از دست درازی زنی بگانه و زبانش هم همیشه حفظ میکرد. این در آدمای متقی همین چیز هست. سیوم، و اذا اصابه شیء عظیم من الدنیا یراه وبال و اذا اصابه شیء قلیل من الدین اغتنم ذلک. میگه هرگاهی که اگر ای دنیا مال بسیار یا فایده بسیارش رسید، آدم متقی را میگه در حال در دلش ترس پیدا می شود نکند که همین مال قطعی خدا مرا خودش جدا کند، نشود که همین مال سبب بدبختی من باشد، نشود که مقصد همین مال سبب غرور پیدا کردن من باشد. میگه میترسه از درآمد بسیار، از مبلغ بسیار، از شرایط بسیار میترسه که مبادای همین ها مقصد مرا سرگردان نکنند، همین ها که مقصد پیش راهی طاعت و عبادت و ترسی مرا نگیرد، یکی مقصد من دائما همیشه و محبت و میلی که با الله و عبادت داشتم، یکی در مبلغم نبندمش که از اون طرفش بمانو گفتگی، این آدم میگه در خودش ترس پیدا می شود. و اذا اصابه شیء قلیل من الدین اغتنم ذلک، اگر اندک یگان چیز ای دین برسش، انا را میگه غنیمت میشمارد. چیزی که از فایده های دینی میرسد همیشه شکرگزاری میکنه. میگه خدا را شکر که امروز یک روزی بود که من یک بسیار صحبت خوب گوش کردم. امروز یک روزی که الحمدلله رب العالمین مقصد من روزدار بودم یا خلاص یک پاره قرآن خواندم. چیزی ای دین برسش کم باشد غنیمت میشمارد و خرسند میشود. یکی چیزی از دنیا برسش ترس فراش میگیرد. 4 ولا یملأ بطنه من الحلال خوفا ان یخالطه من الحرام. 4 نشانه آدم متقی است. میگه شکمشم حلال هم که بیاورد شکم به پوری بد نمیکنند، میترسد که یکی مبادای در همین مقصد خوردنیایی که من شکم به پر میکنم یکان خوراکی از شبهه و از حرام یکی مبادای وجود نداشته باشد. اصلا آدم های متقی هم برادر عزیز اگر شما بینید سنت پیامبرمون همین است که بیشتری وقت حضرت ها گرسنه میگشتن. ولی حضرت ابیذر غفاری را پیامبر ما گفت که ابیذر همین دنیا چی را بیشتر دوست می‌داری؟ چه سوالی زیباش داد. گفت همین دنیا چی را بیشتر دوست می‌داری؟ من میگه یکم گفت حضرت گفت دوست می‌دارم که دائم گرسنه باشم. ولی من امروز فکر میکنم هیچ کدام ما دوست نمی‌داریم برادر عزیز که شکم ما گرسنه باشد. ابیذر گفت دوست می‌دارم حضرت گرسنه باشم. گفت برای چی گرسنگی را دوست می‌داری؟ گفت به خاطر آنکه حضرت شما گفتید که هرگاهی که انسان اگر به شرطی که گرسنه بگردد لیوریق قلبی او آدم دلش رقت پیدا میکنه، دلش نرم میشود. ببین با اندک یک مثال معجزه را دیدن یا یک حدیث را گوش کردن دیگر آبی چشمش قبیده نمیتونن. دل آدمی گرسنه میگشتگی گفت بسیار نرمه. ولی شما دیده بودین که
وقتی پیامبرمون بیمار بود عایشه مادرمان آمد عایشه را گفت که برای ابوبکر بگو مردم در امامتی کنه. عایشه مادرمان چی گفت؟ گفت پدر من نمیتونه امامتی کرده. گفت چرا؟ گفت بیشتر گریه میکنه، ای خواندنش در گریهش بسیار است. همین ابوبکر صدیق هم برادر عزیز یکی از همون سبب‌های بگیم گریه او ترس خدا و بیشتری وقت برادر عزیز این دوستای خدا را دیدیم که تا جایی که حتی سنگ در شکماش رو میبستن. ابوذر غفاری گفت من دوست میدارم که حضرت دائم گرسنه باشم. گفت با چرا دوست میداره ابوذر؟ گفت با دوست میدارم گفت که بیمار باشم. گفتم برای چی دوست میداری بیمار باشی؟ گفت تا که حضرت شما گفتین کسی بیمار باشد هر روزی بیماریش گناهاش خداوند میبخشد. من دوست میدارم که بیمار باشم و گناهام بخشیده شود. برادرها اکو گناهایی که اصحاب پیامبر اگر شاید با انگوشمان حساب کنیم چند گناه کردگی هست. این گناهایی که ما داریم در یادش هم نیستیم برادرای عزیز، در طلب مغفرت هم نیستیم، پرواش هم نداریم که کار ما را در دنیا چی میکنن، کار ما را در آخرت چی میکنن نمیدانیم. حسن بصری اگر که زیبا دارد میگه کسی نماز تهجد چه خوانده نتواند، دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن نتواند، یقین داند که او را گناه دست پاش بستگی است. به همین خاطر است که او نه تهجد خوانده میتونه نه دوشنبه پنجشنبه روزه نگیرد. ولی ببین همون گناه گفت من بیمار باشم تا همون گناه مغفرت شد. گفت ابوذر با چی را دوست میداری؟ گفت دوست میدارم حبیب خدا که الله جان ما قبض کنه. اگه شما گمان کردین که تمنای مرگ نکنین و اینا من دوست میدارم که خدا جان ما بگیرد. گفت برای چی؟ گفت تا که ملاقاتی با پروردگار میشود. دوست میدارم که با خالقم ملاقات کنیم. چهارم نشانه آدم متقی برادر عزیز چی بوده است؟ بیشتری وقت میگن کم از حلال هم که باشد کم میخوردن، میترسیدن تا یکان خوراکی از شبهه در شکمشون نرود. پنجم و یرا الناس کلهم قد نجوا و یرا نفسه قد هلکت. پنجم نشانه آدم متقی داشت گمانش دمی بود است که همه جنت میروه و بغیر من بغیر میگه دایم در وجود همه آدم همین ترس هست که شاید همه جنت برود بغیر من. یعنی همیشه نفس خودش هلاک شده، نفس خودش در یک حالتی بسیار ترس قرار داده، ولی در مردم گمان نیک دارد، میگه این مردم همش جنت میروند مگر من رفتن نمیتونم. این بود برادرای عزیز و گرامی نشانه آدم متقی را که گفتیم الله میگه همراهشون، الله میگه دوستش میدارم. حضرت عثمان میگه 5 چیز در کسی اگر جمع شود این آدم متقی است. این آدم هم مقام دارد، این آدم هم منزلت دارد. خدای مهربان ما و شما را از این خصلت ها، از این رفتارهایی که حضرت عثمان آگاه کردند، خدای مهربان توفیق منتید که ما هم پایبند این عمل ها باشیم و ما هم به هم درجه آدمی متقی رسیم تا که الله همراهمون باشد، تا که الله دوستمون بدارد و خدای مهربان خاتمه کار هممون را بخیر کند، ایمان هامون را با سلامت نگه دارد، محبوبیت ما و شما را با سوی دین خدا زیاد گرداند. حاجی بابا را الله مهربان رحمت و مغفرت کند، سهو کمبود خطاش را خدای مهربان بخشیده بگرداند، فرزندک‌ها و نبیره‌هاش و خانومش و خدای مهربان عمر دراز، ایمانی کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب گرداند. آمین. سلام علیکم. خداوند همتون حفظ کنه و الله نگهبانتون باشه.